جدا واه چرا صدا نمیره؟ صدا نیست؟ الان 1 2 3 صدای منو میشنوید؟ از هامبورگ. دستم رو بلنگو نیست، صدا قطعه. درست شد. خب خدا شکر یکی از مشکلاتمون حل شد. خوبی بچه ها؟ چطوری؟ بچه هالین؟ درست شد؟ صدا هست؟ بچه ها بگین اگه صدا هست که اوکی، اگه نه که من قطع کنم دوباره لایو بذارم. درست شد؟ خب خدا شکر، مثل اینکه صدای منو داری. درست شد. خب خدا شکر. خب چطورین بچه؟ خوبین؟ والنتینتون مبارک بشه، روز عشقتون. مرسی عزیزم. خب پس صدامو داریم. مرسی مرسی، از شما هم مبارک باشه بچه ها. امیدوارم که کادوهای خوب خوب گرفته باشین. ببینم چی گرفتین. هدایاتون رو اعلام کنید ببینم چی گرفتین. من یه ذره لم بدم. نمیشه دیگه، شما همه الان تو جاتون ولو شدین. من ولو نشم نمیشه. فکر کنم همه اینجوری دوره هم جمع شدیم. ادایا بعد همه همینجوری دراز کشیم داریم با هم حرف میزنیم. کاده چی گرفتم؟ حالا بهتون نشون میدم. شما چی گرفتین؟ چیزی اصلا گرفتین یا نگرفتین؟ ببینید کامنت های قشنگ بنویسین که من نندازمتون بیرون دیگه. خب افتادین تو خونه. خب باید دیگه الان میدین ساعت چنده؟ الان میدین ساعت چنده؟ حالا یاد دست شما. چی گرفتی عزیزم؟ تو که گرفتی مشی جون؟ آره من کدومو گرفتم، یعنی خب نمیگم بهتون که چی گرفتم. خب شکلات و سیگار مارلبورو، به به خیلی هم عالی. کجا زندگی میکنم؟ من هامبورگم. واسه شما برای تایم، واسه ما نیمه شب. ما با هم فرق داریم. چرا؟ یه خرس دومتی گرفتی؟ نه خرس دومتی نگرفتم، کمه. خرس من توقعم خیلی زیاده عزیزم. دندونات چشمامو اذیت میکنه. به خدا صدا نیست واقعا بچه ها، صدا من نداریم؟ خدایی دیگه اذیت نکنین. اگه صدا من ندید من الکی حرف نزنم برای خودم اینجا. واه عجب گیر کردیم ما آخر شبی. اگه صدا نیست بگین من قطع کنم دوباره بیام. صدا هست نیست؟
بگین دیگه، اذیت هم نکنین. حتی ما ایرانی عادت داریم اذیت کنیم همدیگه رو. تو اذیت کردن خیلی استادی. موی فرفری ما یه ذره پریشونش کنم. وش وحشیشه. پریشونش کنم وحشیشه. وحشی الوحشی. ای خدایا. بچه بگین اگه صدا هست که من بشینم باهاتون صحبت کنم، اگه صدا نیست قطع کنم دوباره لایو رو بذارم. بگو جان من، اگه صدا هست بگو. صدا هست دست این نیست. این چیه؟ پس این چیه اینجا افتاده؟ دراز کشیده. بچه فکرشو کنین الان همتون دراز کشید، منم دراز کشیدم، دیم گپ میزنیم. صدا هست. خب خدا رو شکر یکی از مشکلاتمون حل بشه، حالا مشکلات دیگه بماند. گوره باباش. بچه من یک کوچولو سرما خوردم، اگه یک ذره صدام گرفته دیگه باید تحمل کنید. پاشم؟ چرا پاشم؟ شما همه الان دراز کشید، من پاشم چیکار کنم؟ مزوری کنم چای بیارم، شیرینی بیارم؟ مهمون نوازم، اگه اینجا بودید پذیری میکردم ازتون، چای میابردم، شیرینی میابردم، آجیل میابردم، با هم گپ میزدیم، حرف میزدیم. خب چه فایده تو اونجا مایش؟ نه تو رو خدا. چقدر اشتباهشون زیاده. اوه مای گاد. آره بچه من سرما خوردم. دوربین رو بعد گرفتم. نه دوربین خیلی خوبه. چرا؟ سلام برای ماهتون. چطورین بچه ها؟ خوبین؟ اونایی که تازه اومدن تو لایو. یه 2 تا لباس خریدم، خیلی دوستشون دارم. یه دونه قرمز، یه ذرهشون نشونتون بدم. دیگه اون وقت عکسامو لایک نمی کنید. نگاه کنید. بعد چند وقت ببین من رنگ قرمز رو خیلی دوست دارم. I love it. خیلی دوستش دارم. اصلا عجیبیه. قبل از اینکه برم کانادا اتاق خوابم قرمز و مشکی بود. نمیدونی چه اتاق خواب خوشگل و لوندی داشتم. داداش نیومدی چقدر زود، زیزار میموندی. بعد داشتم میگفتم بهتون اتاق خوابم قرمز و مشکی بود. وای فکرشو کن یه سری ستارم از ایران آورده بودم. خب اینجا زیاد چیز نیستش دیگه آلمان، حالا بچه که آلمانم میدونن. بعد من میرفتم ایران با وسواس زیاد برای اتاق خوابم خرید میکردم. اون موقع خیلی خوشگل شده بود اتاق خوابم. اصلا نمیدونی چه اتاق خوابی من داشتم. فکر کن ست قرمز و مشکی. وای خیلی قشنگ بود. به خصوص شبا که چراغا رو خاموش میکردم یه حاله یه لایت خیلی کم تو اتاق میزد، نور یعنی. خب دیگه کلان بعد یه مدتی با اینکه قرمز خیلی دوست دارم دیگه خیلی کم سمتش رفتم. دلیلش هم حالا نمیتونم بگم حالا چه به چه دلیلی و اینا. الان بعد چند وقت رفتم یه لباس قرمز انتخاب کردم، خریدم. اونی که میخواستم باشه نشد، ولی خدا رو شکر خوبه. بعدم یه دونه دیگه پیرن مشکی خریدم، اونم خیلی خوشگله. خیلی لوندی میکنه. دوربین خیلی نزدیکه و من قبطر ندیگه لباس هم میبینی. خب دلار برای شما گرونه، من چیکار کنم؟ منم اینجا خب
تورم دارم دیگه. فکر کنین فقط تو ایرانه؟ نه عزیز من، اینجا هم هستش. خیالتون راحت. آرام باشیم، ما هم اینجا تورم داریم، ناراحت نباشیم. فقط ایران نیست. خب ایران خیلی بیشتره دیگه. مبارک باشه گلم. مرسی عزیزم. پروف کنم؟ نه دیگه، پروفش نمی کنم دیگه. کلیپ باش درست میکنم، عکاسی میکنم، میبینین دیگه. بچه صدام گرفته یا که نه؟ خوبه. اگه صدام گرفته لایو قطع کنم. گوشی تو ثابت بذار. راحتم. مرسی. پروف کنم؟ خب یکیش که الان تنمه. الان من بلندشم قشنگ میبینید. یکیش که تنمه. بعد دیگه وقتی من الان بلندشم شما ببینید، وقتی که پست واش بذارم دیگه جذاب نیست دیگه، میدونی؟ یه زیر بغلمون نشه. نه نشه. بچه ببین من کامنتی که یه دقیقه صبر کنیم. من کامنتی که دوست نداشته باشم میندازمش پایین و مواظب نوشته هاتون باشین. اینجا دایرکت نیست، اینجا چه میدونم هر جایی نیست که هرچی دوست دارید بنویسید. نه، من حال نکنم کامنت چشمم بخوره در جا پرت میکنم بیرون. بلند شو خب ببینیم. خب مگه میخواستم بلند شم پا میشدم دیگه. من نمیخوام بلند شم. چشات نشره. مرسی. تو فقط پرت کن. پچی انقدر خوشگل میندازم من لایف بیرون. من اگر لایف نندازم بیرون الان میدونی نفرات لایف هم چند نفر میشن. خیلی بیحالی. مرسی. سرما خوردم دارم میگم مریضم. مرسی عزیزم. سلام سلام، چطورین؟ خوبی؟ همه ساکت باشین. چرا ساکت باشن؟ ما یک کلاس درسه. سلام از نیشابور. سلام سلام. بچه هم بگیم ببینم از کجایین. سلام من از هامبورگ. شما کجایین؟ از چی خوشم میاد؟ سوال بپرسین. این همه کلمات قشنگ هستش. چرا بنویسید که من بندازم بیرون؟ دوست عزیزمون از شیراز هستن. جناب مهدی از تهران هستن. لایف قبلی یادته؟ آره یادته. باید چرا خندیدیم. باید شیره بکش خوب میشی. یادتونه دست شما دیگه داشتم معتاد میشدم. از قزوین هستن. از اصفهان هستن. از دماوند هستن. به به. از زنجان. از قزوین. مرسی جناب روحی عزیز، لطف دارین شما به من. نه بخون خوابم ببره. صدات خوبه. من الان سرما خوردم. من الان مریضم. صدام کجاش خوبه؟ مریضم. خب از علی گودرز. بچه من علی گودرز چند بار بودم. خیلی بهم خوش گذشت علی گودرز.
بدش بخیر. علی گودرز، وای منو یاد علی گودرز انداختیم. وای چقدر خوش گذشت رفته بودیم. جناب فرشاد از هامبورگ هستم. بسیار عالی. از تبریز هستن. سلام مینا جون، چطوری عزیزم؟ خوبی؟ از زاهدان هستم. به به به. رفسنجان سلطان اروپا خوبی؟ مرسی خوبم مرسی. خیلی ماهی مرسی عزیزم، لطف داری. موش منو بخوره سرما میخوایی بیچاره. از گیلان هستم. به به به. وای شمال ایران گیلان، وای یادش بخیر. چقدر دلم تنگ شده بر اونجا. جناب محسن از مشهد هستم. به به. از سالی. جناب فرید از نیویورک هستن. از پونک هستم. به به. از خانسار. از هامبورگ. از همه جا دیگه خرابه. از گرگان. از لرستان. سلام سلام. از بهبهان. احواز آمسر. به به. از همه جا که هستیم که خیلی خوبه که از همه جا هستیم. چند سال از ایران رفتم؟ من از 2011 رفتم دیگه، حساب کنید الان 2025 14 ساله. کردستان چی اومدی؟ متاسفانه نه نیومدم. داره خیلی دوست داشتم بیام، چند بار خواستیم بریم ولی نشد اون برا بریم دیگه. لاهیجان اومدی؟ بله. هندوستان بسیار خوب. اردبیل. شیراز. چرا همه مردن؟ خب خانوم هم هست ولی خانوم ها اعلام حضور نمی کنن. ساکت نشستن. اصولا خانوم ها دختر و خانوم های خوبی هستن، سرسازی نمی کنن، دست به سینه میشینن، فقط نگاه میکنن. بعضی هم که ایتر هم پوش میدن تو دلشون. دیدم که میگم دیدم پیش بچه ها بودیم، یکی از بچه ها، بعد یه بنده خدای لایف گذاشت، بعد اینا گوشهاشون دستشون میکنه فلانی لایف گذاشته. گفتم چه جالب. بعد نشستم کارشون نگاه میکردم، بعد میگفتم میخندیدم. بیچاره رو انقدر فوش دادم. گفتم چرا فوشش میدی؟ خوشمون نمیاد ازش، باش حال نمیکنم. خب باید فوشش بدی. آره خود خانوما خود بعضیشون جنسشون خرابه. خب کجا بودیم؟ از کدوم شهر بودیم؟ خب از دبی هم که داریم. به به. علی گودرزی که گفتم بندازمش اینو بیرون، دوست نداره تو لایف باشه، بندازمش پایین. از ارومیه هستم. به به. شهرکرد، تبریز، اصفهان. کلاس فران چی شد؟ کلاس فران میخوایم؟ از مازندران. اصفهان بودی؟ اصفهانم بودم. آره اصفهانم بودم. من اکثر شهر رو رفتم بچه ها. شمال از همه بیشتر بودم. همه شمال بودم. کرمانشاه. به به به. تبریز نبودم، نه اردبیل بودم. چرا؟ سرین، سبلان اون برا بودم. ترکا قلب قرمز بزن. راست میگه. ترکا لایک کنم ببینیم چند نفرن.
Yaşasın Türk milleti. Yaşasın. یادم رفت چی میخواستم بگم. یه دقیقه بذار فکر کنم. ندیش کن. خوزستان اومدی؟ نه نیومدم، گیلان بودم. چرا؟ خب بچه دیگه شهراتون ننویسیم دیگه فهمیدم از کجا هستی. مراکش هستن. چی میشه چی باعث که من دوباره برگردم ایران؟ برای چی برگردم ایران؟ چرا باید برگردم؟ کماشا نمیاد. ایران اومدم کماشا میام. چرا نمیام؟ یعنی شهری که نرفتم و میرم میبینم دیگه. جواب همه دیدی جز من. الان دیدم. ای خدایا. آره رامسرم بودم. ساوم 2 ساعت بودم. نه بغلش رد شدیم، رفتیم رستوران غذا خوردیم. حالا که نیومدم ایران که دی دعوت میکنید. آره بچه ها بعد داشتم از لباسام میگفتم دیگه بیخیال شهراتون شیم دیگه باشه دیگه. فهمیدم همه تون از همه جای ایران، از همه جای کره زمین هستیم. ببین 520 نفر تو لایو من تقریبا از هر جا یه دونم باشین یعنی دیگه هیچ دیگه تمومه. آره داشتم بهتون میگفتم لباس خریدم خیلی لونده، خودم خیلی دوستش دارم. البته من یه مدل دیگه خواسته بودم اونو نداشت، بعد تموم شده بود دیگه. گفتم اشکال نداره چون اونو خیلی دوست داشتم. اون اصلا چیگری بود، اون لباس خیلی خوشگل بود، خیلی دوستش داشتم. ساعت چنده؟ ساعت 10:40 است. 10:40 شب به وقت آلمان ها. بعد خیلی خوشگل بوده اینا دیگه. چی بگم تمام شده بود. سایز من نداشتش. من خب یه خود استخون بندی درشته، نمیتونم اون رو برم سایز خیلی کوچولو موچولو بگیرم. بعد دیگه عرضم حضورتون دیگه یه مدل دیگه قرمز گرفتم. هم اب نداره، اشکال نداره، اینم قشنگه، این که انترمه. بعد یه دونه دیگه مشکی گرفتم، اون مشکم خوشگله، اونم خیلی خوشگله. یه دونه هم شلوار گرفتم، اون شلوار هم قشنگه، شلوار آجوری رنگه، میشه گفت آجوری رنگ. آره این 3 تا رو سفارش دادم اومدن. حالا میپوشم، تو کلیپ ها میبینید دیگه. به درم تعریف نکن. چرا؟ خب خرید کردم دیگه، خوشگله دیگه. چیز خوشگل آدم میگه خوشگل، چیزی که خوشگل نباشه. الان مثلا من چند تا لباس گرفتم خوشم نیامد، بعد پس برگردونم، دوستشون ندارم. خب چرا از اونم تعریف نمی‌کنم؟ چیزی که خوشگله. شما چیز خوشگل میبینید، مثلا من میبینید مثلا من میبینید نمیگید خوشگله. آره چیزی که خوشگل باشه آدم تعریف میکنه. خدایا حالا مریضم، حالا حال ندارم. فکرشو کن الان اگه حال داشتم. مرسی، روز عشق از شما مبارک بشه دوسته من. پا نمیشم. ببین خیلی خودتون اذیت نکنید، همینقدر ببینید تا همینقدر ببینید، تا همینقدر مجازید. بیشتر نو بیبی. چقدر شما خوب هستی،
با شخصیت ترین دنیای. مرسی عزیزم، لطفاً شما. ما که چیزی ندیدیم، بالا قرار نیست چیزی ببینی، من گفتم قرار چیزی ببینی، گفتم هم یه ذره رنگشو ببین، گناه داریم. یه ذره همینقدر دیگه کفایت کنه دیگه. تو میبینیم میگیم چه پرنسسی عزیزم. مرسی خیلی محشری. مرسی بچه ها. من مریضم، کوچولو صدام گرفته. یه هایی دلم خواست لایف بگیرم، کار داشتم، مثل کارامو انجام دادم، بعد گوشی دستم بود، گفتم چیکار کنم، گفتم بذار یه لایف بگیرم علالایی، ببینیم کی میاد کی نمیاد. من تا این بیت کادو بدم؟ نه بابا، هر شب لایف بگیر، نمیشه هر شب لایف گرفت عزیز من. نمیخوام دعا کنید، مرسی، خودم برای خودم دعا میکنم. بسامه نهده تو قلبم. دخترات کجا؟ خوابن. چه معنی داره این موقع شب بچه بیدار باشه؟ ساعت 10:30 شب. کامنت منو نخوندی قهرم. هیچی دیگه، الا اینو قهر میکنن، حالا هیچی دیگه. الان دایرکت میشه هیچی مهد کودک. دایرکت الان میشه مهد کودک. من سلام کردم تینا جون، چجام سلام منو ندادی؟ تینا جون من همچین سوالی ازت پرسیدم، چه جواب سوال من ندادی؟ یعنی احساس میکنم به یه سری بچه مهد کودکی سر کار دارم. وقت همتون نه مثلا 500 خورده که تو لایوید، همتون نه، یه مقدار محدودیتون میایید برای من مینویسین، گلگی میکنیم، واقعا اصلا یه حسی بهم دست میده، فکر میکنم مربی مهد کودک. از حس بلگیری منو میکشونین بیرون. قرمز بهم میاد. مرسی. مواد فره، یعنی این همه من پست گذاشتم، خب این همه من پست گذاشتم، الان اومدی میگه مواد فره. شاید تازه فالوم کردی، نمیدونم. وای خدایا، بعد 200 خورده پست گذاشتن 1,000,000 نه چه میدونم، استوریامو کلا جمع کنی 1,000,000 میشه دیگه، نمیشه، خیلی استوری میذارم دیگه. این همه پست استوری من گذاشتم، داداشمون تازه اومده میگه مواد فره. کنایت کیه؟ هیچ کی نیست، تنها مناگر خوش خنده. من خنده هامو ندیدین؟ در مورد حالا کلوس فرند صحبت میکنیم دیگه، بشه؟ سلام میکنیم مجدد بچه‌ای که تازه اومدن تو لایف. چطورین؟ خوبی؟
بذار بگم چیکارتون نکنه. آره اینم از لباسای من. فقط باید یه خورده تنبلی بذارم کنار. پاشم یه ذره عکاسی کنم، میدونی؟ عکاسم هم زنگ بزنم بیاد. یه ذره کلیپ باید آماده کنیم، عکس بگیریم اینا. درود برای تینا دوست قلبا، درود برای شما. دوستم شدیم. این راست یا چپه به نظرتون؟ لباس خوبی پوشیدی. آره لباس خیلی خوبه. 2 ساعت داشتم تعریفش میکردم نبودی. این چپه. برقصم؟ نه نمیشه. جنس لباس چیه؟ شاید پلاستیکه؟ خب شما که وقتی که پارچه رو نمیشناسی، الان مثلا جنسش هم من بهت بگم نمیشناسی دیگه. وقتی میگی شاید پلاستیکه، الان من بگم این چیه، سررشته نداری تو این زمینه. متاسفانه نمیتونم بگم بهت. لباس هم گرم و نرمه. آره خوبه. اگه نشون نمیدی ما بریم بخوابیم. گفتم که بیشتر از این نشون نمیدم. لباس هم نشون نمیدم. چرا جواب نمیدی؟ چرا دیگه؟ اکثرا دارم جواب رو میدم دیگه. مرسی جناب روحی، لطفه این شما، ممنون. مرسی محشید جون عزیزم. چاق که نیستم میگن چاقی، نمیدونم، حالا شاید به نگاه بعضی چاق به نظر بیام. 72 کیلو شاید به بعضی چاق باشه، بعضی 5 کیلویی میپسندن. بچه یه لحظه خب کجا بودیم؟ گرمته؟ نه خوبه. خب بچه من برم دیگه. خوشحال شدم دیدمتون. چون میترسه باشه مگه میخوایم بقیمت؟ از چی میترسم؟ تصویر نیست، تصویر اومد دیگه بچه. میان قطع کردم کار داشتم.
بچه برین بخوابین، شب خوبی داشته باشین، دوستتون دارم. تا بعد ماچ بهتون، خدافظ.